بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام مردم، هم نفسای دوست داشتنی یاد خدا، الهی که خوب باشین. خیلی ممنونم که وقت میگذارید و از دریچه شبکه قرآن برنامه یاد خدا رو همراهی میکنید. امیدوارم اینجا به شما خوش بگذره. ما رسیدیم خدمت فرزند بلافصل حضرت جوادالائمه، یعنی امامزاده موسی مبرقه عزیز علیه السلام در شهر مقدس قم. با افتخار نایب الزیار شما هم هستیم. انشاءالله که نصیب قسمت شما هم بشه زیارتشون، که نوه پسری امام رضا جان علیه السلام هن. انشاءالله خدا نصیب قسمت شما هم بکنه. یه فاصله بگیریم و برگردیم صحبتامونو با استاد طاهری عزیز که قدم به چشم من گذاشتن شروع خواهیم کرد. بسم الله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وانه سيد الاولين والاخرين وانه سيد الانبياء والمرسلين. اللهم صل عليه على أئمة الطيبين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا سفي الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجي الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا منذر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله، السلام على أمك آمنة بنت وهب، السلام على عمك حمزة سيد الشهداء، السلام على عمك العباس ابن عبد المطلب، السلام على عمك وكفيلك أبي طالب، السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخلد، السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا أحمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خیلی خوش آمدین، هم شما هم استاد عزیزم آیت الله طاهری نازنین. آقا مخلصیم، سلام. سلام علیکم. خیلی خوش آمدین، خوشحالیم از زیارت. ما هم همچنین. چه خبر؟
سلامت. اینجا حالتون خوب هست؟ این امامزاده با امامزاده موسی مبرق در جوار ائمه و نبی اکرم و امامزادگان قطعا حالمون خوبه. حال این همونطور که تو برنامه سابقم عرض کردیم، این لطف بیکران خدای متعال است به این امت به ایرانی ها. در گوش و گوشه این کشور ما ملاحظه میکنیم که امامزادگانی در حال درخشندگی دارند و موجب جذب مؤمنین به اون پایگاه ها میشه. همونطوری که مقام معظم رهبری دامت برکاته فرمودند، اینجا جایگاه های برحال نقطه های فرهنگی شیعه و معارف دین است که به حمدالله بعد از انقلاب، برکت انقلاب، این پایگاه ها داره بیشتر جای خودش رو نشون میده و باید اینطوری باشه. بله. خیلی خیلی ممنونم استاد عزیز. خدا رو 100,000 مرتبه از بابت همه نعمتاش، مخصوصا این نعمت ویژه که ما مردم ایران به شکل خاص ازش برخورداریم. الحمدلله رب العالمین. خب درباره نبی مکرم اسلام از زوایای مختلف، خب بالاخره اینقدر این دریا، این اقیانوس وسیع، این اقیانوس مواج بیکران معارف انسانی و الهی که میشه از زوایای مختلف بهش پرداخت. اما من داشتم به این فکر میکردم که از اونجایی که خود پیامبر فرمودن انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من اصلا مبعوث شدم برای اینکه مکارم اخلاق رو به اتمام برسونم، و اشارت‌های زیادی هم در قرآن کریم داریم. از جمله حالا شاید معروف ترینش همین فکر میکنم آیه 4 سوره قلم باشه، انک لعلی خلق عظیم. اگه صلاح بدونید راجع به این خلق عظیم، اینی که خداوند در قرآن پیامبر رو صاحب خلق عظیم معرفی میکنن، دوست داریم قشنگ از ناحیه شما تبیین بشه این یعنی چی آخه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. انک لعلی خلق عظیم. البته بنده و امثال بنده و بزرگتر از ماها هم زبانمون و فکرمون الکن و اقصر است از اینکه بتوانیم خلق عظیم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو درک بکنیم و بیان بکنیم. و عظمت همین مقدار بس که حقیقت به هر حال ذات غیبی حق تعالی اون پیامبر رو در حال توصیفات گوناگونی دارند. هم رسالت اون حضرت رو به گونه خاصی در حال بیان میکنند. اما ارسلناک رحمتا للعالمین، و چنین توصیفی برای هیچ یک از پیامبران الهی نیامده و خدای متعال برای این برای شخصیت منحصر به فرد کمال مظهر کمال مطلق خودش این رو بیان فرموده. و این آیه شریفه در سوره مبارکه قلم انک لعلی خلق عظیم و تأکیدات گوناگون. ان در زبان عربی برای تأکید جمله اسمیه برای ثبات و تأکید، لام بر سر به حال خبر لعلی خلق، لام برای تأکید، و خلق هم جمع اخلاقه و خود عظیم هم نکره است. عجب آیه. و همه اجزاء ظاهریش عظمت رو داره بیان میکنه. آره، اجزای ظاهری حاکی از یک حاکی از یک باطن خیلی عمیق و عظیم، نشون میده که این حقیقت در چه اوجی هست که خدای متعال داره با این تعبیرات که شما اشاره کردید که قرآن که
لقب نمیگه، خود قرآن میگه انه لقول فصل و ما هو بالهزل. این قول فصل ماعز بین حق و باطله. و من اصدق من الله قیلا، چه کسی صادق تر از خدا در گفتگو؟ و من اصدق من الله حدیثا. به هر حال اگر ما کلام الهی رو باور کرده باشیم که کلام الهی است که معجزه به هر حال پیامبر گرامی اسلام است، این معجز داره این وجودی که معجزه آورده است رو توصیف میکنه که اصلا خود این وجود هم معجزه است. عجیبه. یعنی کسی میتونه مثل او رو بیاره؟ نه دیگه، مثل او نیست. پس این ربط به عالم غیب مطلق داره. این مظهر به هر حال غیب مطلقی که خدای متعال داره او رو به این خلاصه حقیقت توصیف میکنه که بیان میکنه که برای چی فرستاده شده. برای چی فرستاده شده داره این آیه داره بیان میکنه. اما ارسلناک الا رحمتا للعالمین و انک لعلی خلق عظیم. این رسالت برای اینه که تو این اخلاق عظیمت رو ظهور بدی. به هر حال داشتن کفایت نمیکنه، ظهور دادن مهمه. همینطوره. اون وقت این اخلاق هم به چه معناست؟ این ابعاد مختلفی داره. هم به هر حال جنبه اعتقادی رو شامل میشه. بعد اعتقادی این پیامبر در چه اوجی است، اون بینشش نسبت به خدای متعال و اینکه برای چی آمده، ما رو به کجا داره دعوت میکنه. اینا همون اخلاقش دیگه. به هر حال سیره اون حضرت، سیره زندگی اون حضرت که در اون آیه میفهمند که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. در این پیامبر یک اسوه حسنه است، منتها برای کسی که امید به عالم آخرت داره، یرجو الله والیوم الاخر، امید به خدا داره. این بعد این مقدار توضیح داده بشه. به عالم آخرت امید داره و خدا را زیاد یاد بکنه. یعنی این پیامبر این گونه است، از جهت مبدأ غرق در مبدأ، از جهت توجه به غایت و هدف، نشان دهنده اون غایت که عالم آخرته، این وجود آخرتی است و همه زندگیش ذکر است. خیلی خوب. این نکته‌ای که راجع به اسوه حسنه بودن پیامبر فرمودید که فرمودید یه نکته‌ای توضیح داره، البته من یاد دیگه نکته انداخت. اگه اجازه بدین یه فاصله دوستان بگیریم، برگردیم، بعد من نکته رو عرض کنم، توضیحش با شما باشه. اشکال نداره؟ ببخشید، زنده باشید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یه نکته به ذهنم رسید، این که فرمودن به نظرم همونطوری که قرآن برای کسی هدایتگره که خودش رو در معرض نور هدایت او قرار بدهد، پیامبر هم همینطور اسوه حسنه بودنشون برای کسی مؤثره که خودش رو در معرض تابش اون نور الگوی حسنه بودنشون قرار بده دیگه. بله، خود قرآن هم همین رو بیان. بله. لینذر من کان حیا. این پیامبر آمده انذار بکنه کسی که میخواد حیات پیدا بکنه، حیات واقعی. یعنی از این حیات دنیایی، این حیات مادی، این حیات نباتی، این حیات حیوانی، این حیات عموم انسان ها که به هر حال از خواب بلند میشن که این موت موقت یه حیاتی خدا بهشون میده، کار بکنن و اینکه به هر حال چیزی در بیارن، بخورن، درست استراحت بکنن، دو مرتبه کار بکنن. این حیات عموم انسان هاست. از این به هر حال حیات ها میخواد خارج بشه، به اون حیات واقعی برسه که من کیم، به کجا وصلم.
افی انفسکم افلا تبصرون، من به کجا رهسپار هستم. به این معنا توجه بکنه. یعنی اونی که میگه من از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمای وطنم، اون چراغ راه خودش رو پیامبر قرآن قرار میده. این یه تنبؤی پیدا کرده، میخواد به اون حیاته برسه. اگر این قرآن به گوشش برسه اون حیاته پیدا میکنه. پیامبر هم همچنینه. پیامبر چه کسی براش اسوه است؟ کسی که توجه کرده این من یه حقیقت والاییه، این حقیقت والا از یک عالم غیب آمده. و نفخت فیه من روحی ثم انشأناه خلقا آخر. باورش اومده این انسانی که با این در حال عظمت در حال تو اینجا داره زندگی میکنه، منی که مرتبه عقلانیم در چه مرحله است، چقدر میتوانم درک بکنم، مرتبه اراده هم در چه اوجی است، چه چیزهایی رو میتونم در حال اراده بکنم، اختیار بکنم. اینها نمایش های اون حقیقت منه. این نمیتونه مخلوق عالم ماده بشه. این میدونه که از اونجا آمده. این ایمانه رو که پیدا کردش، این پیامبر اسوه اوست. لمن کان یرجو الله، کسی که امید به الله داره، یعنی الله حقیقت مطلق که همه عالم به او تکیه میکنه. به این پیامبر هم که نگاه میکنه، این پیامبر میینه همش عجائب و غرایبه. اینم مثل منه از جهت ظاهری. قل انما انا بشر مثلکم اما یوها الی. اون یوهاش منو گیجم میکنه، منو ماتم میکنه. حتی مشرک رو هم، یکی از مشرکین خیلی فصیح و بلیغ و اینهاست، الان اسمش یادم نیست، اگر یادم بیاد بعدا عرض میکنم. مشرکین گفتن نکنه این به طول پیامبر بخوره. عجب. اگر بخوره حرف شناسه، منطق شناسه، جذبش میشه. بهش گفتن اعشا، به نام اعشا، گوشتو پنبه بذار. که حضرت کنار خانه خدا میشست، قرآن میخوند که هر کس به گوشش بخوره اگر اهلش باشه جذبش. اینم گوش داد به حرف مشرکین، تو گوشش پنبه گذاشت اینا، یه مقداری طواف کرد. مشرکین هم طواف میکردن دیگه دور خانه خدا. یه دفعه حسش جوش آمد که محمد زن حالا چی میگه، گوش بدم. حالا پذیرفتنش به خودش پنبه در آورد و حال جذب شد. منتها خیلی جذب واقعی نشد. بعدش مشرکین گفتن که نظرت چیه؟ به هر حال ما که نمیتونیم بگیم این مجنونه، نمیتونیم بگیم این درس خونده، اینا خودمون میشناسیمش. آخرش این گفت که بگیم ساحر. سحر مرعوب میکنه با کلام، چون اینم مرعوب شده بود. منتها یه نقطه ضعف داشت. مشرکین دست اون نقطه ضعفش گذاشتن که این نمیتونه دست برداره. خیلی شرابخور بود. از طریق همون از همون طریق غرض اینه اون کسانی که زمینه داشته باشند اونها جذب میشن. توجه با مشرکین هم خدا رو قبول داشتن، منتها خدای پیامبر رو قبول نداشتن. الان من داشتم میدونی به این چی فکر کردم؟ به اینکه این مستکبرین دنیا امروز که رسانه ها و ماهواره ها اینا دستشونه، اینی که اجازه نمیدن
صدا و تصویر حقانیت، حقیقت و معرفت به گوش مردم دنیا و چشم مردم دنیا برسه، این سابقه تاریخی داشته پس. و اما اگر برسه میشه همونی که الان دانشجوی آمریکایی میاد تظاهرات میکنه به نفع مردم فلسطین و علیه اسرائیل، میاد تو 40 یا میاد تو خبرنگاره رو نشون داد. آره مقنعه سبز انداختش. آره صدا سیما نشون. آره اونا جذب شدن. آره خیلی تو این سالهای اخیر که اصلا این معجزه‌ها زیاد اتفاق افتاده. چون اینا به هر حال اون فطرت خداجویی دارن. اینا خاکستر رو این فطرت گرفته. اینا تو عیاشی ها سرگرم کردن که هی زرق و برق دنیا رو به اینها نشون دادن و نگذارن نور حقیقت، صدای حقیقت. ولی باز خود قرآن به ما گفته یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. درسته؟ بله. خدا الان همین معجزه 40 رو واقعا خدا خواسته تو چشم مردم بیاره به رغم همه اون بایکوت‌های خبری و اینا. بله. اسوة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. خب کسی که مبدئی که رسول الله در خبر میده کیه؟ کمال مطلقه. ما به کجا وصل هستیم؟ نهایت والایی هم بر ما قائل دیگه. همینطوره. انا لله و انا الیه راجعون. ما به سوی او داریم میریم. یه چنین پیامبری که چنین منطقی داره این اسوه است. لذا این شخص نمیخواد زندگیش بدون یاد خدا بچرخه، با حیوانیت. و ذکر الله کثیر، خدا را زیاد یاد بکنه در همه شؤونه. این پیامبر برای او اسوه است. پس دو تا سم داره، یکی این طرف که میخواد واقعا به رشد و تعالی برسه، دو اون طرف به شرطی که بذارن اون حرفه برسه، اون نور برسه به این بنده خدا. اینا اگه با هم جمع شه همه انسان ها رو به کمال. این خواسته اگر واقعا در وجود شخصی گل کرده باشه یه روزی میاد. آره. لذا ما ملاحظه میکنیم عده‌ای برای در مکه پیوستن به نبی اکرم صلی الله علیه و بله. در شیب ابی طالب وقتی ناله های مسلمان ها رو میشنیدن عده‌ای آمدن و همینطور. منتها باید ما خود ما هم همچین هستیم. ما مستثنا نیستیم. این مسئله برای همه ما هست. لذا این مواعظ پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، هدایتش، نورش، قرآن میگه که موعظه است، نور است، رحمت است. اینها باید برای همه ما باشه. اگر از اینا ما جدا بشیم، خدای نکرده یه مقداری فاصله بگیریم، باز برمیگردیم دیگه. چون طبیعت دنیایی هم داریم دیگه. این بشر مثل کن هم به هر حال هست دیگه. بله. خود پیامبر هم صلوات الله علیه و آله یکی از خصلت‌هاش رو عرض می‌کنیم میشه زهد. خیلی به زندگانی دنیا در جنبه‌های شخصیش کاری نداشت. میخواست همه برن به طرف تعالی، زندگانی دنیا هم داشته باشند با تعالی، با خداگرایی. لذا زندگی ایشون پر است از به هر حال دستگیری‌های دنیایی. برای اینکه شخص مسلمان به اون استقلال اقتصادی بده. خیلی خوب استاد تحریری عزیزم، دست شما درد نکنه. حالا راجع به همین زهد پیامبر و دیگر خصلت‌هاشون، راجع به مختصات وجودیشون، فضائل و کراماتشون از شما میشنویم و استفاده میکنیم، بهره‌ها میبریم توی روزهای آتی که انشالله در خدمتتون هستیم. الان باید از شما خداحافظی بکنیم، وقت برنامه‌مون تموم شد. اوامر ندارین؟ موفق باشین. زنده باشین. اجرتون با پیامبر. خیلی ممنونم که برنامه ما رو تا پایان تماشا کردین. یه بار دیگه